نقطه دیگری شفافیت نظام رو میخوام به سمت شما رسانم. این پیش از همه چقدر که شما آگاهی داره در روز امتحان وقتی که داوطلب به مرکزی امتحان وارد میگردد تا واردی مرکزی امتحان نگردد داوطلب نمیداند که در کدام سیمخانه امتحانی امتحان است. یکم نقطه. دوم نقطه وقتی که به سیمخانه وارد نگردد نمیداند که تحت کدام رقم باید داوطلب میشیند. نقطه دیگر وقتی که امتحان به انجام میرسد کتابچه تستی که داوطلب در روز امتحان با سوال ها جواب گردانده بود کتابچه تستی به داوطلب داده میشه و در روز امتحان کلید جواب های درست خیلی که در اینجا عبدالواسط شده بهش قید کردن در سامانه رسمی مرکز اعلام کرده میشه و هر یک داوطلب در روز امتحان الکی درباره با چند سوال جوابی درست گردانده است و چند خال رو به دست آورده است الکی معلومات دارد و پس از آن که ورقه جواب ها از دستگاه نسخه برداری یا با اصطلاح دیگر سکنر میگذرد ورقه جواب ها در کابینت انفرادی داوطلب گذاشته می شود و داوطلب میتواند که ورقه جواب های خود را از کابینت انفرادی چاپ کرده با کتابچه تستی که در دست دارد کلید جواب های درستی که در سامانه گذاشته شده است الکی حساب کند و بیند که بس چند سوال جوابی درست گرداند. همین را باید قید نمود که در برابر شفافیت هایی که مرکز ملی تستی تأمین نموده باشد هم تا حال در کوچه قلاب های وجود دارند که بعضی داوطلبانی چی گویم داوطلب دانا لیکن به اصطلاح دیگر زیرک نیست چون این داوطلبان را فریب میدهند و اگر در صورتی که داوطلب با دانش و ملکه و مهارت خود سزاوار نام دانشجو می شود کابینت انفرادی خود را زیرک نیست. با اون خاطر میگم که کابینت انفرادی خود را خبر نمیگیرد ورقه جوابهایی که در کابینت گذاشته شده از کتابچه تستی که در دست دارد جوابهای گردانده خود را حساب نمیکند اون خلاب بگوید که من به تو کمک رساندم. در اینجا بجز خلابی دیگر کاری نیست.